همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، اندونزی 278 میلیونی مملو از مسلمانانی میشه که با مشعل‌های برافروخته برای تبریک و خوشامدگویی به خیابان‌ها میآیند. استقبالی دیدنی از پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان نشین جهان برای ورود به ماه مبارک رمضان. یاسین والقرآن الحکیم. لحظه شماری میلیون ها مرد و زن مسلمان اندونزیایی با تلاوت آیات نور. قرآن کریم رو بر اساس رسم دیرینی جوگجامنگاجی در شهرها و روستاهای سراسر اندونزی به صورت دست جمعی برای ورود به ماه مهمانی خدا همدل و همنوا ختم می‌کنیم. مسلمانانی که قرن‌هاست بر اساس آداب و رسومی متنوع همچون آیین‌های سنتی مالامان، نیدران و پرلان خود رو برای عبادت در ماه ضیافت الهی آماده می‌کنند. بر اساس رسم مالامان با پختن برنج در داخل ساقه‌های بامبو و هدیه به بزرگترها از اونها حلالیت می‌طلبیم. طبق آیین نیدران به زیارت اهل قبور میریم و برای بخشش درگذشتگان دعا میخونیم. و با پختن غذاهای محلی در قالب جشن بزرگ پرلان فقرا و نیازمندان رو اطعام میکنیم. مسلمانانی که در مالزی هم با غبارروبی مساجد مشتاقانه از ماه میهمانی خدا استقبال میکنند. به کمک جوانها مساجد شهر و روستا رو برای برگزاری آیین‌های عبادی رمضان الکریم غبارروبی می‌کنیم. انشاءالله بتوانیم غبار از دل و جانمان پاک کنیم تا در این ماه عزیز آمرزیده شویم. مردمی که در 6500 مسجد مالزی هر سال در قالب طرح سراسری رمضان تا رمضان به فلسطین کمک می‌کنند، امسال قراره برای جمع‌آوری کمک‌ها این طرح در سطحی گسترده و بین‌المللی برگزار کنند. This rebuilding of Gaza from Ramadan. برنامه اصلی مالزی در ماه مبارک رمضان امسال جمع‌آوری کمک‌های نقدی داخلی و بین‌المللی برای بازسازی غزه با مشارکت ده‌ها کشور اسلامی و غیر اسلامیه. اسماعیل پوراجو، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.